سلام رفقا، حالتون چطوره؟ من مهدی هستم. خوش اومدید به این ویدیو دیگه از چنل MDG رفقا. توی این ویدیو میخوام امروز طبق اون طریقی که داخل کانال روبیکام گذاشته بودم دوئل با یوبر امروز با یکی از سابسکرایبرام و ویورام دوئل بزنم که داخل روبیکا بهم پیام داد، گفت که آقا بیا با هم دوئل بزنیم. منم گفتم که ویدیوشو بگیرم و برای شماش خب بذارم. معطلتون نکنم، لایک، کامنت، سابسکرایب، کارهای داری یادتون نره بچه ها، حمایت فراموش نشه. عشق منید. خود چی میگیم آره دیگه، خلاصه برو بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب برو بریم سراغ این ویدیو خفن. لیتس گو. آقا دست اول میخوایم با هم دیگه یک دونه دوئل اسنایپ بزنیم، دست دوم یه دوئل گان میزنیم، بعدش هم که تمام دیگه. برو ببینیم که این داشتمون چند مرد حلاجا یا داخل اسنایپ میتونه منو بزنه یا اینکه نه. شما هم بچه ها میتونید به آیدی روبیکای من پیام بدین، اونجا حتما جوابتون رو میدم. بهم پیام بدین اگه خواستیم با هم دوئل بزنین تا با شما هم دوئل بزنم و ویدیوش اینجا براتون بذارم. آقا برو بریم. لیتس گو. اینجا بود واسه این هم از این. خب این اولی. اوکی نیست اینجا. بابا چی میگه این استا؟ بابا گم شو دیگه. بابا بزن دیگه تو هم. آخ بابا همش تقصیر این استا لعنتیه که من مردم. بابا من چه کارم؟ بگیر. اینم نشد. آخ بابا چرا من همش تیرام میس میشه؟ بخور دیگه. ای بابا. خب اینم از دومی. اینجا دمیج شدم بچه، حواسم نبود. ای بابا چه دستم میخوره به همه چی به جز اسنایپ. چرا C4 انداختم؟ خب اینم از این. سومی. برو بریم برای بعدی. داشتمون فکر کنم باید یکم تمرین کنه، هرچی هم بدبخت میزنه همش دمیج میشه. چهارمی. اینم از این. حاجی بازم دمیج کردم. خب 5-1 فعلا به نفع منه رفقا. اینم از این. 6-1 هدشات شد بچه ها. اینم از شیشمی. به نظر اصلا این داشمون نباید میومد که با داش مهدی دوئل بزنه. یکم باید فکر کنم سطح خودش رو اول بالاتر میورد. حالا بچه ها من زیاد ادعا هم اصلا نمی کنم ها، کوچیک همتونم. 7-1 ها. هفتمیش هم زدیم. اصلا بچه ها من هیچ ادعایی ندارم، کوچیک همتونم. نکشیم اونجا و واقعا میگم من اصلا من نوبه سگم بچه ها. داش مهدی نوبه سگه. تموم شد. خیلی تأثیر گذار. اصلا توجه نکنیم بهش آقا. اینم نهمی. خب اینم از این. دیگه چی میخواید؟ داش مهدی اسنایپریان، داش مهدی مووامنتیان. تو چقدر عزیزی قربونت برم من. کجاست؟ اینجاست. آخ سرج اینجا حواسم نبود. بعد وای میسه یه گوشه خط میگیره، نمیدونم چرا این داشمون. بعد رفقا منم نمیدونم چرا همش تیرام میس میشه، همش کنترلش از دستم میره، از دستم همش خارج میره، از دستش خارج. کنترلش از خشمم سارس کنترلش از دست. واقعا خیلی رو مخ این قضیه میس شدن تیرام. دوبار خشاب عوض کردم بچه ها اینجا، ولی آخر بازم زد. نمیدونم آخه چرا همش تیرام میس میشه، اصلا بلد نیستم یه ایم بگیرم. واقعا بچه ها باید رو ایمم تمرین کنم، اصلا خیلی ایمم ضعیفه بچه ها. اینجا میگین نایف کردم، دستم به گزینه کویک نایف خورد، برای همون یعنی قصد نایف کردن نداشتم. اینجا ببین آخرم منو زد. اینجا هم بچه ها دقت کنین، اینجا رو دقت کنین. دمیج شد بابا، همش دمیج میشه. نمیدونم چرا ناموسن
اصلا ببین این دمیج شدن یک جوری انقدر رو مخمه، هر بار من دمیج میشم بعدش میمیرم. ببینید اینجا هم دمیج شد. واقعا پینگ ایران اصلا عالیه داداش، برو با پینگ ایران بازی کن به جای که فشار بخوری شیکم میزنی. ناموسن خیلی فشاریت میکنه. 11-6 اینم از این. اینجا میخواستم بچه ازش فینیشر بگیرم ولی آخرم زد من. 2000 years later. ایپ فایر هم زد حتی بچه ها نگاه کنید، ایپ فایر زد. خب اینجا هم یه میس دادم. اینجا باز بچه دوباره دمیج شد. یعنی من چی بگم خدایا. اکتیویژن ایران مخصوصا ایران عالیه داداش، حتما نصبش کن. ایران عالیه، اصلا من فشار نمیخورم که دارم بندری میزنم. اینجا هم باز بچه ها دوباره دمیج کرد. کلا دمیج تو دمیج شد این ویدیو، همش دمیج شد. 14-7 بچه ها نتیجه فعلا تا اینجا 14 نفع منه. اینجا بازم دمیج شد بچه ها. من چیزی ندارم برای گفتم، من چیزی نمیگم. یارو ببین دو بار من دمیج کردم، یک بار اون دمیج کرد. اصلا یه دمیج تو دمیج، اصلا یه اوضاعیه، یه وضعی اصلا. ببین خیت اوضاع خیت. اینجا خشاب تمام کردم زد آخر منو. نمیدونم چی بگم خدایا، من واقعا از دسترس خارج شدم. 15-8 بچه ها تا اینجا. و این هشتایی هم که این داشت من زد فقط به خاطر ضعیفی نت، ریجستر نشدن تیرا و هم دمیج شدن همش. فقط به خاطر دمیج شدن. این ویدیو فکر کنم بیشتر از شاتا من دمیج زدم. اینجا هم دیدین الان دیگه خودتون، همش دمیج زدم. واقعا دیگه حاجی نمیدونم چی بگم. خیلی گیم پلی سمی بود ولی اینجا بازم منو زد. ولی هر طور شده بچه‌ها بازم میزنمش، خیالتون راحت. اینجا رو بچه‌ها دقت کنید، اینجا رو جان من دقت کنید. سنایسر رو براتون میذارم نگاه کنید. تیرو زدم ولی ریجستر نشد. عجیبه. تیرو زدم ولی ریجستر نشد. عجیبه. باورتون میشه؟ فکر نکن. آجی ولی ناموسن هرچه زودتر دلم میخواد این بازی کثیف تموم بشه. واقعا حالم دیگه داره به هم میخوره. 16 آقا 4 تا دیگه بزنیم تموم. 17 3 تا دیگه تموم میشه این بازی بالاخره. و لیتس گو. اینم آخ نشد. دوباره یه میس دیگه دمیج. و اینم از این 18 آقا 2 تا دیگه تمومه. اینم از این 19. و اینم این شما و این شات آخر تقدیم به شما عزیزان. حاجی لیتس گو. 20 بر 9 بردم و MVP شدم. بابا باریکلا. دمتون گرم، عشق منید. این از این بچه ها دست اول اسنایپ بود. حالا برو بریم سراغ دست اول گان و میخوایم ببینیم که واکنشش چیه. خب آقا دست دوم هم با هم دیگه تصمیم گرفتیم که گان بریم، یعنی گان آزاد. هر گانی که دلمون بخواد میتونیم برداریم. اینجا هم بچه ها من بی پی 50 کشیدم. اینم از اتچمنت بی پی 50 یه اسکرین شات بگیرین حتما. خیلی اتچمنت خوبیه، رنده میکنه هم برای مولتی هم برای بتل. کلا بی پی 50 این سیزن باف شده و خیلی گان خوبیه. اینا رو هم نزدم، حالا الان میخوام بزنم. موقعیت رو نگاه پیش میاد همیشه من اینا رو میزنم. من همیشه باید اینونتوری خالی باشه هر وقت. اوکی خب اینجا ازم اتچمنت بی 50 رو خواست، منم اتچمنت بی 50 رو بهش دادم و ویدیو رو کات میکنم تا بریم جایی که میخوایم با هم دیگه بازی کنیم. خب آقا برو بریم سراغ دوئل گان آزاد. و آقا برو ببینیم که آیا میتونه ما رو بزنه یا نه. آقا بریم ببینیم که چی میشه. دیوایسش هم فکر کنم کم ضعیفه چون خیلی دیر میاد داخل بازی. یا دیوایسش ضعیفه یا نتش خرابه. اوکی اومد داخل بازی.
برو بریم. لزبو. اون چی کشیده بود؟ نیدم، حواسم نبود. فکر کنم ها البته بی پی 50 دادم بهش اتچمنتشو. بچه‌ها موبیلیتیشو ببینید، همه چیش بالاست. رنج و فایر ریت و موبیلیتی و کنترل اکورسیش همه چیش بالاست بچه‌ها این از اول بی پی 50 کشیده بود. میگم اتچمنت بی پی 50 بهش دادم، اونم همونو کشیده بود. اون از اول، اینم از دومی. بچه‌ها توی این دسته دوم یه اتفاق جالب براتون میفته که الان جلوتر میبینیم. خیلی خوبه. ببین اصلا یعنی مجال ندادم بهش نفس بکشه. حتی میخواستم 20-0 کنم ولی اون وسط یه اتفاقی افتاد که حالا جلوتر با هم میبینیم. برو بریم. 5 تا الان 5 تا بهش زدم. اوکی بعدی. این هم از شیشمی. فشاری شده الان فکر کنم پشت گوشیش. هم میرسه میزنمش فورا. خب کجا غیبش هست؟ اینجا هم که نیست. کجا رفت آجی؟ اونجا بود دیدمش. بیا اینم از این. 8-0 حاجی. انقدر فشاری شد که بی پی 50 منو گذاشت. یکی 117 خودشو کشید. اینجا بچه اونجا وایستاده به چند تا تیر زدم. اینجا دوباره چند تا تیر به من زد. بعد من سلف ریوایو سلف ریوایو اسلیم شات همو زدم. خشا از کردم. اینجا دوباره رفتم گرفتم روش زدمش و 9-0. اینجا این مین انداختم، همون ترپ مینه چی میگمش، انداختم و اینجا دوباره زدمش. 10-0. فکر کنم یارو الان فشاریش کردم. فکر کنم فشاری شده، یک جوری بازی میکنه الان مثلا اعصابش خورده. هر چی میاد جلو میزنمش. دوباره بی پی 50 کشید بچه‌ها. دوباره هم بی پی 50 کشید. اینجا بازم بچه‌ها زدمش. 12-0 بچه‌ها. فکرشو بکنید، هم اسنایپش این داشت اون یکم ضعیف بود و هم گانش دیگه. گانش هم که آره دیگه فقط داره میخوره ازم. 14-0. هنوز یک دونه کیل هم نتونسته بهم بزنه تا الان. فقط هر چی زده دمیج شدم. هیچ کیلی تا حالا الان بهم نزده. 15-0. اینجا بازم زدم 16-0 بچه‌ها. 4 تا دیگه اگه بزنم 20 تا کامل میشه و 20-0 میشه و نوک میگیرم. اینجا دوباره پیداش نکردم، اون پشت بود. ولی اینجا بچه‌ها یه لحظه همه جا رو گشتم ولی نبود. نگاه کنید کجاست به نظرتون؟ هر جا رو گشتم نبود. اینجا هم رفتم، اون ورم رفتم حتی بازم نبود. نیسته، نمیدونم کجاست. فکر کنم کم کرده. دیدمش اینجاست. انا از اینجا میاد میزنمش دوباره. 17-0. 3 تا دیگه بچه‌ها تموم. 3 تا دیگه نوکو میگیریم. اینجا نیستش. اونجا بود. اینجا دوباره یه موومنت. دوباره زدیمش. 18-0. 2 تا دیگه تمومه. برو بریم. لیتس گو. اینجا بچه‌ها ما رو زد. فقط همینجا ما رو زد. یک دونه کیل گرفت. اگه اینجا هم نمیزد بچه‌ها نوکو گرفته بودیم. یعنی ببین شانس در چه حد. منم اینجا تعادل خودم از دست دادم، نتونستم موومنت بزنم. وگرنه ببینید الان 19-1 و شات آخرم که الان میزنم دیگه میشه 21. ولی حاجی اگه اون یکی رم نمیزد الان نوکو گرفته بودیم بچه‌ها. اینم از آخری 20-0. برو بیرون. و اینم بردیم بچه‌ها. 20-0 ببخشید 21 و MVP شدیم دوباره و اینم بردیمش. بابا باریکلا. و تموم دیگه رفقا. دیگه آخرای ویدیوه. کم کم اینجا دوباره بردمش و من احمق نمیدونستم که وقتی مایکو باز میکنم صداش نمیاد تو ویدیو. دوباره مایکم باز کردم که باهاش صحبت کنم و اینجور چیزا. بهم گفت که دهنت سرویس و فلان و چرا مثلا چجوری اینجوری بازی کردی، همش منو میزنی فلان و از این حرفا. و آخرام بهش گفتم که مرسی که توی ویدیو من شرکت کردی و خلاصه از این حرفا. رفقا مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار. Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo, como báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo, como báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo, como báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo, como I got
tigirica, tigirica, taca, taca, com tigirica, cutuba, cumbala, cumba, cutuba, cumbala, cumba, cutuba, cumbala, cumba, cutuba, cumbala, cumba, bailalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo, como bailalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo, como bailalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo, como bailalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo, como